روز میخواستم یک چند موضوع رو به شما که شما به اشتراک بگذارم پیش از اینکه بیندی ولاگم باشین. اول تشکری میکنم از تمامتون که با ما میگین ولاگ بگیم. عاشق ولاگ های هستم. شما جایتون بالای چشمایم است. کسایی که همیشه من حمایت کردین، همیشه کامنت های خوب دادین، من سپاسگزارتون هستم. دوم میمونم موضوع فیلتر. ما از اول که در سوشال میدیا داخل شدیم و فیلتر استفاده کردیم، همیشه گفتیم که از فیلتر کارتونی استفاده میکنم. بارها برای شما لینکش ماندم یا عکسش ماندم که شما پیدا نمیتونین یا در اسنپ چت پیدا نمیشه. مشکل من نیست. باز به این ضرورت نیست که شما برین در تیک تاک خود یا در اینستاگرام یا در هر جایی که هر بعدی که میکنین دور از خوبا که باین بگین دختر بخاطر که دیگران فیلترش استفاده نکنن فیلتر خود نمیمون. تمام کسایی که مرا میشناسن، تمام کسایی که استوریای من دیدن، ولاگای من دیدن، همیشه در کامنت ها، همیشه در استوریا عکس فیلتر خودم موندیم. اما تو که ببینید ولاگ میباشینی بس زیبا رو هم باز میکنیم دیگه. و مایر افغان نوین آرتیست ارسال کردن. چرا خواب است فکر کنم تا باز نکردین بخاطر ازی که شکر که مریض بود دیگه دیگه بسیار که از هفت شروع نشد. یک جای باز میکنیم هیچ کدام مشکل نیست. ای چراغ خوابش هست و یک دونه لاین داره. من هر وقت اتاق خود جور کردم باز ای روند میکنم دیکوروشن باز اتاق خوبش براتون نشان میتونم. مالا که نشانم بهتون فایده نداره دیگه. من پیش بر شما تگ میکنم انشاءالله پیشم دیدن کنم. بعد از او قرار بود انباکسینگ کنم و ویدیو بگیرم. ای تحفه زیبا و قشنگ فال بریزم روان کرده. یک جهان تشکر و منتظر پارت دوم ولاگم باشین.